سلام دوستای عزیز، به کانال یوتیوب خودتون خوش اومدید. ما بعد از اینکه توی ویدیوهای قبلی در مورد ورود و یک ورود پایدار توی اپلیکیشن انگولارمون صحبت کردیم و اون رو ایجاد کردیم، حالا میخوایم بریم به سراغ روتینگ یا همون مسیریابی. از اونجایی که انگولار یک سینگل پیج اپلیکیشنه، ما نیاز داریم که روتینگ رو اونجا تعریف کنیم تا بتونیم بین صفحات مختلف یا محتویات مختلف جابجا بشیم. امیدوارم که تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. من در ابتدا میخوام یک کامپوننت جدید ایجاد کنم و در اونجا توی این کامپوننت لیست یوزر هام رو به نمایش بگذارم. برای این کار ابتدا یک فولدر جدید ایجاد میکنم. برای این کار میرم به نیو فولدر و اسمش رو میذارم برای مثال peasants و داخل اون یک کامپوننت میخوام ایجاد کنم به اسم، میرم اینجا generate component و اسمش رو میذارم peasant. حالا من میخوام توی اپلیکیشنم توی قسمت نوارم وقتی که روی این دکمه کلیک میکنم یک منو باز بشه و اونجا بتونم از طریق یک لینک به محتویات کامپوننت جدیدی که ایجاد کردم، یعنی peasants کامپوننت، دسترسی داشته باشم یا به اون آدرس برم. برای این کار میرم به متریال انگولار آی او برای اینکه یک کامپوننت جدید نیاز دارم و اون کامپوننت اسمش هست منو. اینجا روی اون کلیک میکنم و میرم به قسمت examples و من میخوام یک همچین چیزی داشته باشم که وقتی روی اون کلیک میکنم یک منو باز بشه و داخل اون بتونم از طریق یک لینک به کامپوننت جدیدم دسترسی داشته باشم. این نگاهی به کدش میندازم. ما در ابتدا نیاز داریم که این قسمت رو کپی بکنیم چون ما دکممون رو داریم، فقط لازمه یک چیزایی بهش اضافه بکنیم تا بتونیم وقتی روی اون کلیک میکنیم این منو باز بشه. این منو رو کپی میکنیم به اپلیکیشن اون میریم. من میخوام برم به nav component html و اینجا اون دکمه‌ای که داریم و در این قسمت اون رو اضافه میکنم. در ادامه من نیاز به این قسمت دارم، اون رو باید کپی کنم تا به دکمم اضافه کنم. برای همین میرم به اپلیکیشنم و در این قسمت اون رو به این شکل اضافه میکنم. در ادامه به ts فایلم میرم و میبینم چه مدیول هایی لازم دارم. من مدیول آیکون رو دارم، باتن رو دارم و تنها چیزی که اینجا نیاز دارم این مدیول هست. اون رو کپی میکنم، به اپلیکیشنم میرم، این بار میرم به ts فایلم و میخوام این مدیول رو اضافه کنم. به این شکل اون رو اضافه میکنم و لازمه که توی قسمت پایین هم اون رو اضافه کنم. اینجا میبینیم که این خطاها برطرف شد. این فایل HTML رو هم سیو میکنم و یک نگاهی میخوام به داخل اپلیکیشن هم بندازم و میبینید که من وقتی روی این دکمه کلیک میکنم این منو اینجا باز میشه. من اینجا تنها نیاز به یک دکمه دارم چون تنها در حال حاضر یک کامپوننت ایجاد کردم. آیکونش رو لازمی ندارم، برای همین اون رو پاک میکنم. اسمش رو میذارم peasants و وقتی به اپلیکیشن هم برمیگردم میبینم که اینجا وقتی روی اون کلیک میکنم یک انتخاب بیشتر ندارم و اون peasants هست. برای مقوله روتینگ یا مسیریابی یا مسیردهی توی انگولار یک فایلی هست به نام approutes.ts و ما میتونیم مسیرهامون یا روت هامون رو اونجا تعریف کنیم. برای این کار کافیه که من به اینجا بیام و به این شکل مسیرهای مختلف رو تعریف کنم. در ابتدا path و اسم مسیری رو که میخوام انتخاب کنم، برای مثال اینجا peasants و مسیری که باید بره یک کامپوننت هست component
و اون کامپوننت چیزی نیست به اسم به جز persons component. حالا اگر ما چیزی به عنوان پرفیکس نداشته باشیم، یعنی آدرس کلی وبسایتمون رو بدیم، در اون صورت اون رو هم باید تعریف کنیم. برای مثال path، اینجا به این شکل میگیم که اگر چیزی تعریف نشد، یعنی آدرس کلی انگولار بود و بعد از اون آدرس هیچ اسمی داده نشد، ما میخوایم که به اکانت کامپوننتمون بریم. برای همین دوباره به این شکل component و این بار account component. و در مرحله آخر ما میخوایم برای مثال اگر اسمی وارد شد که یه همچین پاث یا مسیری توی روتمون تعریف نشده بود، در اون صورت باید چیکار کنیم؟ اگر چیزی به اشتباه وارد شد یا چیزی وارد شد که ما توی مسیرهامون تعریف نکردیم، در اون صورت چه اتفاقی باید بیفته؟ برای همین به این شکل path و در این مورد 2 تا ستاره و در اون صورت میخوایم دوباره به اکانت کامپوننتمون بریم و در این مورد ما باید چیز دیگه هم تعریف کنیم و اون path match که ما اون رو به صورت فول تعریف میکنیم. در ادامه ما لازمه که به اپ کامپوننت HTML اون بریم، جایی که در ابتدای کار وقتی اپلیکیشنمون ران میشه این فایل اجرا میشه. ما نیازی به تعریف اپ اکانت داخل این دیگه نداریم، ما میخوایم مستقیم از طریق روتینگ این رو انجام بدیم. برای همین از این تگ استفاده میکنیم، روت اوتلت، اون رو سیو میکنیم و حالا میریم که اپلیکیشنمون رو تست کنیم. اینجا میبینیم که وقتی که ما آدرس کلی رو بدیم و هیچ پرفیکسی تعریف نکنیم، به اکانت کامپوننتمون میاد. اینجا هنوز چیزی رو تعریف نکردیم، یعنی لینک این رو هنوز تعریف نکردیم، ولی برای مثال اگر ما داخل این به شکل مستقیم persons رو بدیم، میبینیم که کامپوننت persons اجرا میشه و فایل HTML اون به نمایش داده میشه. و ما اگر چیزی رو بدیم که تعریف نشده، برای مثال person، میبینیم که به اکانت کامپوننت میاد چون این path یا این پرفیکس تعریف نشده توی روتینگمون و ما اینجا به این شکل تعریف کردیم که اگر چیزی رو وارد نکنیم به اکانت کامپوننتمون میاد یا HTML اون رو اجرا میکنه. اگر persons رو وارد کنیم توی URLمون به شکل پرفیکس، در اون مورد فایل HTML persons کامپوننتمون اجرا میشه. و اگر ما چیزی رو به اشتباه وارد کنیم که تعریف نشده داخل اینجا، برای مثال ما امتحان کردیم فقط پرسون رو دادیم بدون اس، در این صورت دوباره به اکانت کامپوننت میاد و فایل HTML اون رو اجرا میکنه یا محتویات اون رو نشون میده. حالا در ادامه ما میخوایم که وقتی روی این دکمه کلیک میکنیم و روی پرسونز کلیک میکنیم، محتویات کامپوننت پرسون به ما نمایش داده بشه. در حال حاضرش اتفاقی نمیفته چون ما این لینک رو تعریف نکردیم. برای اینکه اون رو بخوایم تعریف کنیم یا ایجاد کنیم، میریم به اپلیکیشنمون، به nav کامپوننت HTML، جایی که این لینک رو ایجاد کردیم یا این دکمه رو ایجاد کردیم در حقیقت. حالا باید لینک رو ایجاد کنیم. برای این کار کافیه که ما به این قسمت بیایم و اینجا لازمه که روت لینک و آدرسی که میخوایم اینجا بدیم چیزی نیست جز persons، چون ما اون رو توی مسیر دهیمون تعریف کردیم. و در ادامه کافیه که ما اینجا روت لینک اکتیو و اون رو اکتیو تعریف کنیم. و الان لازمه که ما به nav کامپوننت TS مون بریم و اونجا یک مدیول اضافه کنیم و اون چیزی نیست جز روت مدیول، اون رو سیو میکنیم. حالا وقتی به اپلیکیشنمون بریم میبینیم که وقتی
روی این دکمه کلیک میکنیم و روی پرزونز کلیک میکنیم، ما به این آدرس میریم و محتویات کامپوننت یا پرزونز کامپوننت به ما نمایش داده میشه. ما تونستیم این روتینگ رو به درستی ایجاد کنیم. حالا ما میخوایم بدونیم که چطور میتونیم از روت یا روتینگ داخل کد یا TS فایل هامون استفاده کنیم. برای مثال من وقتی به اکانت کامپوننت TS هم میرم، میخوام که وقتی که یوزر لوگین کرد یا وارد سیستم شد به صورت خودکار به سایت یا صفحه پرزونز کامپوننت بره و محتویات این صفحه به نمایش داده بشه. برای این کار من لازم دارم در ابتدا که روت رو داخل این کامپوننت اینجکت کنم. برای همین به اینجا میام و به این شکل اون رو از جنس پرایوت و اسمش رو میذارم روتر و اون رو از جنس روتر تعریف میکنم. و حالا کافیه که از اون به این شکل وقتی داخل این متد لوگینم، وقتی که لوگین به درستی انجام میشه، میخوام که از این روتر هم استفاده کنم و از فانکشن navigate by URL و اینجا کافیه که اون آدرسی رو که میخوام به اونجا برم و بدم. برای مثال اینجا من میخوام به قسمت پرزونز برم، این رو سیو میکنم و برای تست اون کافیه که به اپلیکیشنم برم و اینجا میخوام لوگین کنم با یک یوزرم و وقتی که وارد سیستم میشیم میبینیم که به صورت خودکار وارد این آدرس میشه و محتویات پرزونز کامپوننت به درستی اینجا به نمایش داده میشه. بله دوستان، به پایان یکی دیگه از ویدیوهای این پلیلیست رسیدیم. ما تو این ویدیو یاد گرفتیم که چطوری روتینگ یا مسیردهی یا مسیریابی رو توی اپلیکیشن انگولارمون ایجاد کنیم و چطور میتونیم اون رو در اپلیکیشنمون به کار ببریم. متشکرم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه اینطور بوده حتما اون رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید و اگر پیشنهادی، نظری و انتقادی داشتید حتما توی کامنت ها برام بنویسید. متشکرم. خدا نگهدار.